سلامی گرم و صمیمی خدمت همه دانش آموزای کل ایران زمین، مخصوصا کنکوره عزیز و پدر مادرانشون. در قسمت دوم مسابقات دانشکده صنایع اومدیم خدمت آقای علی بزرگمهری. سری چی بود اسمش؟ آیتاکس. با آیتاکس خدمتتون هستیم. من علیرضا فرجی هستم، میزبان این برنامه و امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. علی جان اگه امکانش هست از خود معرفی داشته باشید. خب سلام میکنم همه مخاطبین خوب این برنامه. من علی بزرگمهری هستم، ترم 8 مهندسی صنایع، ترم آخرم انشالله و در خدمت شما. علی جان رفتنی هستی پس؟ نه، من ارشد صنایع میخوام بخونم توی خود شریف از مهر انشالله و نه برنامه رفتن که فعلا ندارم. الحمد خدا داریم دیگه. آقا پس چرا صنایع؟ چی شد که اومدید؟ داستان کنکور تایی میشه توضیح بر بچه‌ها بده که بدونن. خب من اون موقع وقتی که همینطوری میگشتم راجع به اینکه هر رشته راجع به چیه، چیزی که خیلی راجع به صنایع میشیدم اینه که صنایع تو همه چی کاربرد داره. حالا بچه‌ها در جریان، ولی خیلی اینو میشنیدیم هیچ درکی ازش نداشتیم که یعنی چی که صنایع همیشه همه جا کاربرد داره. ولی خب چون مثلا جالب بود، خود مثلا درساشو که میپرسیدم از اونایی که میشناختم که صنایع خوندن، دیدم که به نظر چیز جالبیه. از آمار احتمال خیلی خوشم میومد تو زمان دبیرستان. اینجوری شد که دیگه دیدم که میشیدم که میگن خیلی هم توش آمار احتمال داره، دیگه گفتم خب حتما شاید جالب باشه، اومدم سوالش. آقا ما هم اومدیم اینجا که سوالایی که شما داشتی و در واقع شما اون نقشه داشته باشی دیگه. یعنی بچه‌ها سوال راجع به درس‌ها دارن، شما یه توضیح مختصری براشون بدی و ببینن که اوضاع احوال چیه. خیلی ممنونم که داریمت عزیزم. درسایی که حالا برای صنایع ارائه میشه به درد بازار میخورن یا نه؟ مثلا همینجوری برای خودمون هستیم و یه سری درس میخونیم و میریم، چجوری اوضاع؟ خب من یکی از جمله‌ای که ما از شاه مرادی فکر کنم تو سری از دوره‌های قبلی گفته بود که خیلی خود من تاثیر گذاشت. اتفاقا ما با ایشون هم مسابقه کردیم، بچه‌ها ببینید حتما. فکر کنم قسمت قبل. خب بسیار عالی. میگفتن که هر حالا اضافه گویی نمی‌کنم، نتیجهش این بودش که هر کدوم از درس‌های صنایع و خود رشته صنایع برآمده از دل کاره. و اینو من خیلی حس کردم. یعنی خیلی جا رفتم که دیدم که خود یکی از درس‌هایی که ما صرفاً 3 واحد مثلا پاس کردیم، یه در واقع جایگاه شغلی میخوان نیاز دارن که فقط راجع به همون 3 واحد یا مثلا عمده‌اش مربوط به اون 3 واحده. حالا اگه مثلا بیشتر بدونی بتونی تلفیقش بکنی با بقیه درس‌ها که خب خیلی نیاز بیشتری بهت دارن و خیلی ازت استقبال میکنن. الان مثلا درس‌های تئوری یه سری ما درس‌های تئوری می‌خونیم مثلا آمار احتمال و دیگه تئوری سطح خودتون پاس کردین. بله. اینا واقعا کاربرد واقعی دارن یا نه؟ بازم اینا هم تئوری هم برای دل خوش خودمون می‌خونیم. ببین نگاه کن، به نظر من اینکه بخوایم ببینیم که چیزی استفاده میشه نباید این انتظار داشته باشیم که همون چیزی که توی دانشگاه میخونیم وقتی که میریم سر کار دقیقاً همون مطالب رو بیان بذارن جلوی ما و بگن خب حالا مثلا شمایی که فلان مسائل رو بلدی حل بکنی بیا دقیقاً عین همون مسائل رو حل بکن. به نظر من اینطوریه که ما یه مثلا فهم کلی پیدا میکنیم ازشون و میریم سعی میکنیم با اینکه بفهمیم چه جوری مسائل رو ببینیم در واقع اینجوری کمکمون. خیلی بد گفتم جمله. منظورم اینه که اینطوری نیست که مستقیم بگی که آقا فلان کاری که من توی فلان درس یاد میگیرم قراره کمکم بکنه، ولی این دانش کلی که ابزارها رو میده دستت، که ابزارهای مختلفی میده به دستت که همونجا نمیدونی وقتی میری سر کار کدوم ابزار به درد این مسئله میخوره، ولی وقتی که این ابزارها رو داشته باشی خودت باید سعی بکنی و میتونی پیدا بکنی ابزارهایی که به دردت بخورن. در واقع داری اینجوری میگه که به ما یه راهی رو نشون میده، ولی اینجوری نیست که دقیقاً بگه هر دقیقه چی کار کن. بهت یه کمکی میکنه. آره دقیقاً. به نظرم اینطوریه که باید این ابزارهایی که دانشگاه به شما میده رو وقتی که شما رفتی سر کار یا حالا هر مسئله‌ای که خواستی حل بکنی بدونی که این توانایی حل مسئله رو باید داشته باشی که از اون ابزارها استفاده بکنی. بدون اون فکر نمی‌کنم هیچ رشته‌ای در واقع کار واسش باشه. بعد حالا بحث‌های جدیدتر بخوام بریم، مثلا سر کار هوش مصنوعی و داده‌کاوی و این داستانا خیلی بولد شدن جدیدن، مثلا بیگ دیتا. اینا چه اثری روی مهندسی صنایع دارن؟ یعنی مثلا توی درسامون هستن، یعنی نقششون چیه تو صنایع؟ خب ببین یک چیزی که وجود داره اینه که صنایع رشته‌ای که خیلی توش
راههای زیادی هست واسه ادامه دادن. شما وقتی که بیای صنایع از یه ترمی به بعد چند ترم که بگذره خودت متوجه میشی که این راهها چجوری ان و خودت میتونی انتخاب بکنی که مثلا من فلان مسیر رو که مثلا از برنامه‌نویسی میگذره خوشم میاد یا مثلا خوشم نمیاد. مثلا مسیری که به کنترل پروژه ختم میشه رو مثلا به نظرم چیز جذابیه. و این چیزی هم که داری میگی خوبی صنایع با توجه به اینکه درس‌های اختیاری که میتونید بردارین تعدادش نسبتاً بالاه، اینه که مثلا اگه شما به همچین چیزای علاقه دارین میتونید درس‌هایی رو بردارین که یعنی حال تجربه خود من مثلا درس‌هایی بردارین که مربوط باشه به اون کاری که می‌خواید انجام بدین یا بهش علاقه دارین اون حوزه و اینطوری خیلی کمکتون می‌کنه. مثلا اگر که فکر می‌کنین حوزه‌های هوش مصنوعی و اینا که خب الان خیلی ترنده و اینا براتون جذابه، به نظرم دستتون رو باز می‌ذاره که برید دنبالش. ولی خودت تو چه حوزه‌ای مثلا بیشتر رفتی و چه درسایی خیلی بیشتر برداشتی؟ خب من حوزه‌ای که خودم خیلی بهش علاقه داشتم برنامه‌نویسی بود. درس‌های اختیاری که برداشتم همونطوری که خودت گفت تئوری صف بود، شبیه سازی گسسته پیش آمد بود، سیستم‌های سلامت بود، بازاریابی دیجیتال بود. حالا بود فکر می‌کنم دیگه زنجیره تامین بود اگه اشتباه نکنم. چیو تحت شمانی؟ درس اختیاری جد دقت نمی‌کنی، حواس شما به مصاحبه نیست. بچه‌ها حواستون باشه مثل بچه‌های پشت صحنه نباشید. خب می‌ریم برگردیم. آره من این درس‌ها رو برداشتم و خب خودم هم اون حوزه‌ای که دوست داشتم چیزایی بود که مثلا می‌کردم تلفیق اینا رو تو برنامه، یعنی خوشم میاد اینکه مثلا تلفیق اینا رو تو برنامه‌نویسی و اینا دنبال کنم که به کجا میرسه. ای پی هم شما داشتین برنامه‌نویسی پیشرفت؟ بله پیشرفت شما بود. بله فکر کنم اون ترمی که من اولین ترم بود که ارائه می‌شد ای پی. آن ترم 4 خودت برداشته بودی؟ بله من آره. بعد حالا یه سری ذهنیت‌ها هست که مهندسی صنایع بیشتر حالت مدیریت طوری داره، مثلا بچه‌ای که به مدیریت علاقه دارن. تو چه جوری دیدی مثلا درس‌های مدیریتی بود توی صنایع و اینکه باهاشون حال می‌کردی یا نه؟ روند اینا چه جوری بود؟ درسی که مثلا خیلی حالت مدیریتی داشته باشه، ولی خب من خودم خیلی طرفدار اون مدل درس‌ها نبودم، ولی خب بود. حالا جدا از اون دید مدیریتی رو اینجوری نبود که بگم مثلا فقط توی فلان درس به آدم میدن. درس متفاوت بود که اشاره‌هایی می‌کردن به این مباحث مدیریتی و خب اگر که کسی علاقه داره قطعاً صنایع به نظر یکی از نزدیک‌ترین رشته‌هاست به حوزه‌های شغلی مدیریت، به خاطر اینکه شما حتی مثلا اگه خود مدیریت صرف رو هم دنبال نکنی و بیای صنایع، ممکنه خیلی جاها که بری کار بکنی به عنوان مثلا مدیر یه بخش کوچیک بذارن که حالا سعی کنی یه توسعه‌ای بدی تو اون بخش و به نظرم نزدیک اوتش. ولی خب میگم من خیلی درسم سمت مدیریت. الان یه سوال، به نظر تو چه فرقی بین مهندسی صنایع و رشته‌های مدیریتی هست؟ خب ببین رشته‌های مدیریت شاید توی مدیریت خیلی ریزتر وارد شن و خیلی با جزئیات بیشتری بررسیشون بکنن، ولی به نظر من صنایع یک در واقع ابزار ریاضی خیلی فراتری از اونها میده بهمون. حالا کاملا بستگی به این داره که خودمون چطوری چقدر مثلا به اونها بها میدیم و به نظر من یه مزیتی که حالا از نظر من داره اینه که ما رو یه فضایی میکنه که نزدیک میشیم به اون چیزای ابزارهای ریاضی یا حالا برنامه‌نویسی و همه اینا که خب خیلی میتونه کارآمد باشه. در واقع میشه گفت یه پلیه بین دنیای مهندسی و دنیای مدیریتی، اینا رو به هم وصل میکنه. ببین نظر من اصلا تا خیلی فراتر از این، نظر من اصلا یه مسیر خیلی بزرگیه که ورودی خروجی‌های خیلی زیادی داره که حالا یکیشون مثلا میشه به مدیریت و مثلا چیزای ریاضی اینا اشاره کرد، ولی به نظرم خیلی فراتر از این، کاملا بستگی به خود شخص داره که دوست داره تو کدوم بخش‌ها ریز بشه. ولی خب بچه‌ها میخوان انتخاب رشته کنن، معمولا میرن مثلا بهشون میگن چارت درسی نگاه کن، مثلا یه سری اسمای عجیب غریب میبینن، چرا مثلا تحقیق در عملیات. ما به صورت بولت پوینتی حالا اسم درس‌ها رو میاریم، اگه میشه بهشون بگو که چی یاد میگیرن حدوداً. البته فکر کنم یه سری چیزا رو نفهم، ولی حالا به ساده ترین چیز شکل ممکن بتونید توضیح بدین که چه کاربردی دارن و چیکار می‌کردی دقیقاً. اگه خاطری هم درس بود مثلا با منظور اگه میشه بگو. اوکی. خیلی ممنون.
خب آقا اول حالا 2 تا درس اصلی که من خودم 4 تا سنه چشامو گرفت، یعنی خیلی پایه بودن. ایناش آمار بود، ایناش احتمال. اینا چه کاربردی دارن، چی یاد می‌گرفتین؟ خب ببین، آمار احتمال که خب خیلی کاربرد دارن، ولی یکی از چیزای جالبی که وجود داره راجع به آمار احتمال اینه که اکثر دانشکده‌های مهندسی آمار احتمال رو به عنوان 1 درس 3 واحدی می‌بینن، ولی توی دانشکده‌های مثلا دانشکده مهندسی صنایع و کامپیوتر و ریاضی فکر می‌کنم اینا رو جدا از هم می‌بینن. یعنی ما یه درس 3 واحدی تئوری احتمالات داریم همونطور که می‌دونید، و یه درس 3 واحدی آمار مهندسی و خیلی ریز میشن روش. و خود آمار رو هم مباحث آمار و احتمال چیزایی که خیلی توی مثلا چیزایی مثل هوش مصنوعی و اینا کاربرد دارن. اصلا یه چیزی که واقعا به نظر، یعنی من خودم وقتی که مثلا آمار و احتمال رو متوجه شدم، مفهوماش رو واقعا فهمیدم تا حدی که تونستم، دیدم یکم عوض شد مثلا نسبت به خیلی از کارهایی که انجام میدن. کار که حالتی نمیشه گفت، فعالیت‌ها دیگه. هر مسئله مربوطی که میخوای حل بکنی یه جوری مثلا دستت بازتر میشه که خیلی برای خود من جالب بود. آمار احتمال نظرم خیلی کاربرد داره و خود همین که جدا این درس‌ها رو بررسی می‌کنیم نظرم یکی از مزیت‌هاست. حالا مثلا برای بچه شاید براشون سوال باشه، مثلا آمار احتمال 11مشون رو خوندن، قراره چی رو این مثلا بیاد، چه چیزایی میخونن؟ ببین نگاه کن، من خودم مثلا یک چیزی که یادمه اینه که وقتی که 11 بودم داشتم درس می‌خوندم، موقعی که توی آمار احتمال معلممون میومد میگفتش که ببین جامعه چیه، نمونه چیه، ما یه سری مثلا نمونه گیری میکنیم، حالا مثلا انحراف معیار فلان نمونه رو اگه بخوایم به دست بیاریم از این فرموله، مثلا یه دونه ان های 1 داره توی مخرجش، اگه مثلا جامعه باشه ان های 1 نداره ان داره، اینا رو اصلا نمیفهمیدیم که چیه داستانش و خیلی اذیت میشدم که وا این انحراف معیاره. ولی بعد که مثلا من تو دانشگاه بعد که این درس رو گذروندم مثلا فهمیدم که پشت هر کدوم از اینا مثلا یه توجیه جالبی وجود داره و خب خود همین خیلی جالب بود واسم. چیزی که گفتی که چه چیزی فراتر داره واقعا در این صحبت نمی‌گنجه که من بخوام بگم. خیلی گسترده است، ولی خب یک دید خیلی خوبی میده بهتون از مباحثی که ابزارهای خیلی خوبی میشن براتون. حالا یکی از درس‌های مهم دیگه صنایع بچه‌ها تحقیق در عملیات یا ما به اصطلاح میگیم اپریشن ریسرچ OR چی درس میدن؟ OR راجع به بهینه‌سازیه. من خودم یک چیزی که یادمه یه بار با یکی از دوستانم صحبت می‌کردم، گفتش که ببینید فلانجا، گفتم نمیتونم فردا امتحان دارم. گفتش که چه امتحانی؟ گفتم که تحقیق در عملیات. گفت مگه شما دانشگاه افسری درس می‌خونید چند چیز دارید؟ حالا چیه این؟ در واقع تحقیق در عملیات راجع به بهینه‌سازیه، اینه که یه درس کاملا ریاضی طوره و خیلی مبحث جالبیه، چیزایی که بتونید به صورت ریاضی مدلشون بکنید و سعی کنید اون مدل رو بهینه بکنید که اگه مثلا سر یه چیزایی می‌خواید تصمیم بگیرید، یعنی یه سری متغیر تصمیم گیری که دارید اونا رو بهینه سازی بکنید. الان فکر می‌کنم پرداختن به اینا خیلی مفهوم مشخصی نداشته باشه واسه مخاطب. حالا نمیدونم، شاید من اشتباه می‌کنم، چون به نظرم من توانم در این سطح نیستش که بتونم توی توضیح کوتاه بگم تحقیق در عملیات چیه، ولی درس جالبی راجع به اینه که یه سری چیزایی که میتونیم رو سعی بکنیم بهینه بکنیم، سعی کنیم مثلا هزینه‌هایی که محاسبه میشه رو کم بکنیم. فرض کنیم مثلا اگه سودی داریم سعی بکنیم از لحاظ ریاضی اون رو مثلا ماکسیمم بکنیم و کل همچین چیزایی میگن. حالا بریم سراغ درس بعدی، اقتصاد مهندسی. اقتصاد مهندسی درس جالبیه، مثل اینکه خیلی هم کاربرد داره. چرا میگم مثل اینکه؟ به خاطر اینکه من خودم تو حوزه‌هایی که خیلی کاربردش مشخصه کار نکردم تا به حال حقیقتا، ولی خب یه چیزی که اصلا شما واسه مدیریت سرمایه‌ت و اینا اگه واقعا بتونید دانشش رو فرا بگیری خیلی کمکت میکنه. همین که مثلا این دانش رو داشته باشی که اگه درست میگم که بله تایید میکنم که بتونید در واقع ارزش پول رو در زمانهای متفاوت بدونی، این که بتونی مثلا بدونی الان 100,000 تومان الان بیشتر میارزه یا مثلا 200,000 تومان مثلا 2 ماه دیگه، توی این موضوع کمک میکنه و درس خیلی جالبیه. من خودم از مفهومش خوشم اومد، ولی خب تا به حال به کار نگرفتمش، ولی خیلی جا هستن که کارهای مربوط به میکنن توی استارتاپ ها، مخصوصا عزیزایی که علاقه‌مندن به کارآفرینی یا بیزنس پلن بدن، اینا توی محاسبه همه این چیزا از علم اقتصاد مهندسی استفاده میکنن. درسش روون و شیرینی هست. البته من خودم یه جا دقت کردم
دانشکده برق هم اقتصاد مهندسی ارائه میده ولی یه کمی فرق داشت. اقتصاد مهندسی اونا در واقع اقتصاد عمومی بود که ما میخوندیم ولی اسمش فرق داشت. چه خورده دقت کنید. آره دیگه. خب علی به نظر درس کنترل پروژه چطور بود؟ درس کنترل پروژه خیلی به نظر درس جذابیه و خیلی کاربرد داره. این یکی از همون درسایی که میگم خودش به تنهایی یک عالمه بازار کار داره و خیلی اینطوریه که صرفا با خوندن خودش یه عالمه فرصت شغلی به دست میاره. کنترل پروژه کلا اگه بخوام بگم راجع به چیه، اینی که هر پروژه‌ای که هست، مهم نیست پروژه مثلا عمرانی، پروژه نفتی، نرم افزار، پروژه نفتی، پروژه هر نوع پروژه‌ای که هست، ما برای اینکه بتونیم این رو مدیریت بکنیم از لحاظ زمانی، از لحاظ منابع و اینجور موارد، ما به این دانش کنترل پروژه نیاز داریم. توی کنترل پروژه به این می‌پردازیم که چجوری اینا رو مدیریت بکنیم. حالا اگه مشکلاتی پیش اومد که برنامه‌ریزیامون رو به هم ریخت، اگه مثلا یه ددلاین مشخص کرده بودیم واسه فلان پروژه که حالا نرسیدیم به اون ددلاین چیکار بکنیم. حالا این چیزای سنتی کنترل پروژه است. اخیراً که میگم نه چند سال پیش، ولی الان چندین وقتیه که مباحث خیلی جذابی تو حوزه اومده، مثلا مدیریت پروژه، یعنی کنترل پروژه و مدیریت پروژه چابک، اجایل، که خود اون مثلا یه دنیاییه واقعا. شما اگر که بخواید توی اون حوزه کار بکنید، اکثر شرکت‌های تولید نرم افزارانه به یک همچین نقشی نیاز دارن که شما کارشناس کنترل پروژه باشید، حالا مثلا اصطلاحاً اسکرام مستر برید و کمکشون کنید که متدولوژی اسکرام رو پیاده سازی کنید. و خیلی مبحث جالبیه به نظرم، یکی از چیزایی که خوشحالم بابتش به اومدم صنایع. این فکر کنم بخش آخرش به مدیریت‌های سیستم‌های اطلاعاتی هم برمیگرده، اون اجایل بودن و این داستانا. حالا میخوام برم سمت حوزه‌ای که خودت یه خورده بیشتر فعالیت کردی، درسای مثلا برنامه‌نویسی پیشرفته. فکر سوالشو پرسیدم آیتی و این نوع درس‌ها، اینا رو چجوری ارزیابی می‌کنی تو صنایع؟ من یه چیز قبلش بگم، بفهم. چون اشاره کردی که ربط داره به مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی. یه چیزی که به نظر من خیلی جالبیه اینه که شما سعی کنید بین درس‌ها ارتباط پیدا کنید. مثلا این یک جوری یه حس جالبی میده به آدم که انگار فهم درس رو چندان کرد. مثلا شما وقتی یه مبحث رو تو این درس می‌خونید، بعد می‌بینید اگه اون درس رو هم خودتون مثلا فراتر از این جدا از این که کسی بخواد بهتون بگه، خودتون مثلا میشین فکر می‌کنید اگر این رو مفهومش رو بخواید توی فلان درس هم ببینید، ببینید چقدر همپوشانی داره با هم. و بعد این برای خود من خیلی حس جالبی که مثلا اینا همشون یک پارچگی دارن با هم دیگه. آره مثلا من خودم داشتم یه سری درسات می‌خوندم، مثلا این چیزی که تو اصول مدیریت می‌خوندم توی ارزیابی کار و زمانم هست، توی درس دیگه هم هست، بعد مطالبش مشترک بود. بعد حالا بخوایم بریم سراغ درس‌های اختیاری که پاس کرده بودی، یه چیزی که خیلی چشم منو گرفت، بازاریابی دیجیتال. این چطور بود؟ بازاریابی دیجیتال خیلی درس جالبی بود. خیلی من از توش چیزی یاد گرفتم که خب فرصت شغلی زیادی هم واسهشون بوده و خب استادی هم که ما تدریس کردن خیلی دلسوزانه واقعا زمان گذاشتن، خیلی مباحث رو عالی توضیح دادن. چیزی که وجود داشت اینه که بازاریابی دیجیتال هم بازی که از اون چرا میگم که از همون فرصت شغلی خیلی زیادی وجود داره براش، به خاطر اینکه الان اکثر شرکت‌ها همه درگیر اینن که بخوام خودشون رو پرزنت بکنن، خودشون رو نشون بدن و بگن که مثلا به مخاطبینشون برسونن که ما هستیم، بیاید مثلا از خدمات و محصولات ما استفاده بکنیم. و همه اینا رو روش تیم در واقع بازاریابی دیجیتال مارکتینگ در اصل روی دوش تیم مارکتینگ. خب این هم یکی از درس‌های مدرسه صنایع، یکی از شاخه‌هاش میشه دیجیتال مارکتینگ که خب اون هم روزا خیلی بازارش داغ. یعنی کلا بین این درسایی که داشتی چه درسایی مثلا تاپ 5 درسات کدوما بود؟ کدوما رو بیشتر دوست داشتی؟ خب من درس برنامه‌نویسی رو خیلی دوست داشتم، که یک عالمم گفتم که مثلا من یه درسی داشتم شبیه سازی سیستم پروسس پیش آمدی، خیلی واسش درگیر برنامه‌نویسی اینا می‌شد. از اون خیلی خوشم اومد، مفهومش رو خیلی دوست داشتم. اینطوری بود که چطوری بتونیم سیستم‌های متفاوت رو شبیه سازی بکنیم و این شبیه سازی سیستم‌های متفاوت چون اینطوری بود که خیلی یه کاری می‌کرد که آدم مشغول به برنامه‌نویسی بشه، واسه من خیلی جذاب بود. جدا از اون خود تئوری صفر رو از درسایی بود که من خیلی خوشم اومد ازش. و یه چیزی که خیلی برام جالبه اینه که یه سری درس‌ها هستن که خیلی راجعشون حرف خوبی زده میشه که یک عالمه بازار کار داره و اینا،
اینا که خب کاملا هم درسته. جدای از این سری درس هستن که خیلی بهشون پرداخته نمیشن ولی به نظر من خیلی ارزش افزوده دارن واسه توانایی حل مسئله. مثلا یکی از این درس ها درس تحلیل سیستم هاست که شاید مثلا خیلی به گوش بچهای صنایع الان محبوب نباشه ولی به نظرم خیلی با وجود اینکه نمیپردازن بهش توی معرفی کردن و اینا درسی که واقعا انگار مثلا فکر کردن آدمو یکم تغییر بده. یعنی برای من اینطور بود یکم مدل فکر کردن رو عوض کرد و این خیلی برام جالب بود و تحلیل سیستم ها هم از اون مدل درس‌های کلا یه مهندس صنایع باید دید سیستمی داشته باشه که همه رو به هم لینک کنه و این خیلی میتونه کمک کنه. البته من پاس نکردم عوامل پشت صحنه کارگردان عزیزمو پاس کردم. تایید می‌کنیم که کارمون داشت. خیلی ممنون. بعد حالا درسایی که داشتیم می‌ذاری خب یه سریشون پروژه داشته تکلیف داشتن اینا بیشتر به صورت انفرادی بودن یا بعد گروهی جمع می‌شدین مثلا تو همین اتاق انجام با هم حل می‌کردین؟ ببین اصلا یکی از مهمترین ویژگی‌های مهندسی صنایع به نظر من توانایی برقرار کردن ارتباطشه. بخاطر اینکه ما اینطوریم که وارد محیط‌های کاری میشیم که شاید توی خود اون کار خیلی تخصص فوق‌العاده زیادی نداشته باشیم. به عنوان مهندسی صنایع داریم میریم مثلا با افرادی کار می‌کنیم که مثلا کار اصلیشون مثلا برنامه‌نویسیه یا مثلا کار اصلیشون فرآیندهای شیمیاییه یا حالا مثلا غیره کارخونه‌ها و این توانایی ارتباط برقرار کردن خیلی مهمه و توی دروس صنایع همین خیلی به چشم دیده میشه که پروژه‌های زیادی تعریف میشه توی دروس زیادی هستن که در واقع پروژه محورن و حالا یه سریشون انفرادی هستن اکثرشون گروهی هستن و اینا به نظرم چیز جالبی هست. مثلا خاطری از گروه ها نداری مثلا یه جا با هم جمع شده باشین یا نمیشه تعریف کرد یا خورده؟ خب همونجور که این طرف قضیه خیلی خوبه توی پیدا کردن همگروهی اون طرفش که آدم همگروهی خوب پیدا نکنه همین مشکلاتی به وجود بیاره که از عزیزانی که توی پشت صحنه هست راجع به همگروهی خوب پیدا کردن نکردن تجربه فرقی داره. برای درس انسی پیشرفته من همون درس خیلی مشکل داشتم. خب متاسفانه اینجور مواقع پیش میاد ولی به نظرم چیزی که میشه هندلش کرد و حالا من خودم خیلی پیش نیامده باشم چون بچه‌ها که میان صنایع معمولا خیلی خونگرمن و خیلی با اکثرشون میشه مثلا خیلی جو خیلی خوبی داره صنایع. مثلا با بچه‌ها جمع میشین جلوی دانشکده اصلا صحبتایی میشه که آدم حال میکنه یعنی مثلا میتونه ساعت‌ها بشینه و نگاه کنه و حرف بزنه. خب ولی بیشتر درسایی که حالا داشتی میخوندی حفظی بودن مثلا اصول مدیریت حفظی یا مثلا تحلیلی بودن بعد داده ها رو تحلیل می‌کردی یه نتیجه خودت ازشون می‌گرفتی؟ ببین من حالا اشاره نکنم من متوجه شدم اکثر درس‌ها واقعا حفظی نیستن برخلاف چیزی که خیلی‌ها فکر می‌کنن. مثلا من خیلی حرف می‌زدم اینجوری بودن که خب صنایع که حجم خیلی زیادی حفظیه ولی واقعا به نظر من اینجوری نیست. حالا یه حدیش بستگی به این داره که چه مثلا دروس اختیاری رو شما انتخاب می‌کنید ولی به نظر اکثر درس‌ها اصلا اینجوریه که حفظی داشته باشن اینجوریه که شما یه عالمه چیز رو حفظ کنید بیشتر اینجوریه که به تحلیلی هست. حتی اون چیزایی که یه مباحث حفظی دارن به نظر اونها هم باز یک مفهومی پشتشونه که اون مفهوم رو اگه مثلا یکم باهاش دست پنجه نرم بکنید خیلی راحت‌تر می‌تونید چیزایی که بعد حفظ کنید. خب بچه‌ها بعد از مشکلات زیادی واقعا قبطه میخوام پشت صحنه نیست اینجا زنده ببینیم. واقعا خوش گذشت. من خودم خیلی لذت بردم. علی خیلی ممنون که وقتتو در اختیار ما گذاشتی. این دفعه اشتباه نکردم. و علی پیشنهادات و توصیه‌های آخری که برای بچه‌ها داری چیه؟ من توصیه‌ام اینه که از این فرصت‌هایی که وجود داره واسه تجربه کردن مباحث و موضوعات مختلف استفاده بکنید حتما. و یکی از مزیت‌هایی که صنایع مدل دانشجوهاش همینه که فرصت تجربه کردن موارد خیلی متفاوتی میده و توی دانشگاه هم حتما از فرصت مختلف استفاده بکنید حتی از فرصت صرفا حرف زدن با افراد